شیر مادر کستراویش‌های خون جیگر است. زین سبب هم مادران را سوزش دل دیگر است. بینندگان ارجمند، در آغاز برنامه از نام کل کارمندان تلویزیونی از HD مادران را یک بار دیگر با عیدشان، با روزشان از صمیم قلب تبریک و تهنیت می‌نماییم و خاصتا از نام گروه ایجادی برنامه چراغ تابان. درود بینندگان عزیز، خرسند هستیم که باز هم ما را همراهی کرده ایستادید. خرسند هستیم که باز هم با ما میسر گردید که نشر دیگری برنامه‌مان را منظورتان گردونیم. و چون هر وقته استودیوی ما خالی از مهمان نیست، امروز با برنامه ما تکرارن نفر تشریف آوردند که سیمایشان البته به همگان شناس است. علوچی فرهنگ، علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، استاد سخن اسلم کریمов. السلام علیکم. علیکم السلام. استاد خوش آمدید. تشکر. از آمدن شما خرسند هستیم. من هم ممنونم. گرچند که مثلا برنامه ما تاریخی طولانی ندارد، اما من با دل پر گفته میتونم که از آغاز فعالیت شما اولین قهرمانی هستید که تکرارا به برنامه‌مون تشریف آوردید. قهرمان نیست، اشتراک کردیم در برنامه، هم صحبت شدیم. خوش آمدید. تشکر. آباد باشید. از تبتون پرسان شویم. تب ما بهاری است. پیش از همه برای شما فرارسی زیباترین فصل سال بهار نازنین را مبارک باشد میگیم. خیرات به بهار هم رسیدیم. خیرات. از این قهرتان تو با من قهری من زمستان قهرتان تو با من شوخی مکن گفته شعرهای بچگانه داشتیم. ببینید که از همین زمستان ها گذشتیم. خدا با شکر تینجی امانی است. تب ما بهاری است. بذار همیشه بهاری باشد، زیرا که در بین واقعا هم سردی های جدی بودند که مثلا پیرو برنامه رو به تشویش گذاشت. البته. خب استاد ارجمند، خودتونم واقف هستید که مثلا همگی دو روز قبل ما یک جشن با شکوه رو پس سر کردیم. اصلا گفته میتونیم که هر روز روزی مادر است. هر روز ما گوییم روزی فرشته های ما اشتباه نمیکنیم. بخواستیم دایره همین عید، همین جشن اندکی با شما صحبت داشته باشیم. اصلا تجلیل روزی مادر، روزی زن، روزی بانوان با خودشان چی تاثیر رسونده میتواند از نگاه شما؟ تشکر. بسیار سوال عین مدعا. پیش از آن که به این سوال جواب گویم باید دانست که زن مادر کیست. میدونید اصلا در حیات یگان سخنی نو نیست. ما هم چیزی خوانده ایم، برداشت کرده ایم، از همان فکر ما میگوییم یا از بسیار چیز بهره مند شده بعد یک نکته به میبینیم. مهم آن است که زن مادر چنان خلیل بن جبران فرمودند بزرگوار، زن مادر در حیاتی که از همه چیز، تسلی در ملالی، امدادگر در بدبختی، قوت در ضعیفی، نور در دلی سیاه شب، وی خلاصه است، خلاصه چشمه شفقت، سخاوت و مقدمه حلاوت و آسایش است. تمام بزرگان عالم بابت بزرگ بودن مادر، بابت مقدس بودن مادر از همه حرفهای نیک ارزانی داشتند. من میتوانم ساعتها گفته باشم از اونها. مهم چیست؟ این مادر موجودات است که هستی ما به هستی او تصور ناپذیر است. زن مادر معجزه الهی است. اصلا گیریم اگر خداوند مردم را خلق کرده باشد، آدم و حوا را آفریده باشد، این آینده ساز جمعیت این مادر است. یعنی جمعیت در دست مادران است. مادران سالم فکر، سالم تن. چرا که اگر اونها همین رسالت خداوندی ببینید، همه مادر آفریدگار است، یعنی فرزند تولد میکند و همچنین بخشاینده مهربان است. یعنی فرزند منالوگ باطنی راز درونی خود را تنها به مادر افشا میسازد. پس ببینید مادر آفریدگار است، مادر بخشاینده مهربان است. برای همین مادر را همه ترنم میکند یک عمر. ما درباره مهر مادری هنوز با سخن خواهیم کرد و باز سوال شما جواب همین است که اصلا میدونید یک روایت قدیمه هست. روز پادشاهی چون مادر داشت، مادرش را ارج میگذاشت، میگوید از همین تقویم یک روز رو انتخاب کنیم روز مادر مانیم، میگوید برای احترام مادرش. همین طور هم میشود. اون سنه فرا میرسد، تمام اهل هنر ایجادکاران رو دعوت میکنند، میگوید که هر هنری دارید مادر را با تمام وجودش، هستیش تصویر کنید.
اونجا رسام بود، اونجا عکسبرداران بودن، دیگر هنرمندان بودن که ترنم میکردن. خلاص بعد از نصف روز یک همه دوره ها رو میگردد، میبیاید به تخت شاهی مینشیند، میگوید که هنوز هم مادر رو آن طوری که من میخواستم شما تصویر کردن نتوانستید. بعد یک جوان پیدا میشد، میگوید پادشاه هم آخر این ممکن نیست، این برای پادشاه یک گستاخی بر این بود. میگوید تو جوان از کجا آمدی اینجا اینقدر، یا شاید تو ترنم کرده میتوانی مادر با تمامی هستیش؟ میگوید نه. میدونید شاه هم میگوید در دنیا اگر 7 معجزه باشد، آن هم پرورده فرزندان مادر است میگوید، یعنی آفریده فرزندان مادر است میگوید. و خودی مادر آن معجزه است که اونا رو تصور کردن نمیشود با تمامی هستیش. خودی یک مهرش برای تصویر کردن، برای این شاید خداوند باید بود، شاید اینقدر مهر مادری رو افشا کردن بسیار دشوار است. ما حتی در روایت ها هم آوردیم که گویا مادر از فرشته هم بالاتر است. برای همین قدر کردن این روز مادر این یک احترامی بلند نسبت به این قشر جامعه آوردن است، چرا که رسالت بزرگ دارند. مادران در حقیقت هم بزرگند در حیات ما، آنها نقش‌آفر هستند. چرا؟ آنها از همین کارگر عادی تا وزیر و پرزیدنت های می آفرند، تربیت میکنند که آنها آینده سازی میکنند، جمعیت، ملت، دولت رو به پیش میبرند، در روی زمین تبدلات میکنند. آنها همه اون عالمان توانایی و همه اون متخصصان ساحه از تا کمترین همه دست پروری مادر است. برای همین باید قدر کنیم، باید روزی مادر باشد. و برای آنها چی میدید؟ آنها احساس میکنند که در جمعیت مقام دارند، یک توجه خاصه، یک سخن زیبا، یک لطف شیرین، یک تمنیاتی پر از مهر و محبت چقدر مادر را دلگرم میسازد که اینقدر زحمت های من بر هوس نبوده است، پس ارزنده بودم. این بسیار موفقیت بلند وقتی که کسی مهنت شما را قدر میکند. پس میباید که آنها رو باور کنیم که ما در زندگی آنها رو دوست می‌داریم. نه تنها دوست می‌داریم، ما به آنها هستی خود را تصور کرده نمی‌تونیم. چقدر با آنها اونس بسته‌ایم و چقدر توسط آنها برای بودن ما، شکرانه بودن ما که توسط آنها به دنیا آمدیم، اینقدر ما را روی کف گرفتند از آوان خردسالی تا به وفات کردن. میدونید شما 70 ساله شوید هم در نظر مادر شما همون یک کودک معصوم هستید. همین بزرگی را ببینید. ما واقعا هم نیاز داریم. البته برای من یک ماه روز مادر باشم من طرفدار، چرا که میارزن آخه. عموما استاد از نقطه نظر شما فرقی مرد از زن از جهت روانی چی فرق دارن آنها؟ تشکر، بسیار سوال عالی جناب. میدونید عالمان به خلاصه آمدن که زن منبع احساس است، توسط اینتویتسیا قریحه میگیم، اینتویتسیا حرف میزند، به احساسات خود تکیه کرده سخن میگوید، اندیشه های خود را میگوید. مرد باشد تکیه به عقل میکند. همین قدر فخر دارند. از دیگر طرف عالمان تحقیق کردند که زن دو چیزی کمبودی هم دارد. وقتی که به خشم و غضب می آید همون خود اداره کنی رو از دست می دهد. اگر مردها با هم دیگر خشم و غضب کنند، اونها دیدند که کارمند میلیسا یا کسی آمد در حال جدا میشن دیگر. برای زن کارمند میلیسا میاد، نفر دیگر میاد، دیگه فرق نیست اگر به خشم و غضب آید. برای همین عالمان به خلاصه آمدند که هرچند شمشیر به دستان از قدیم مردها بودند، توانا بودند، لیکن خشم و غضب زن از مرد بالاتر بوده است. این رو تحقیق کردند. این یک خصوصیتی که برای زن جهتی منفی میگن. دوم خصوصیتش خصوصیت دوست دارندگی دارند. در حال به این یا آن نفری که از یگان جهت برتری دارد نسبت به دیگر مردها، شاید زیبا باشد، شاید هنرمند باشد، شاید توانا باشد، قوه بازوی خوب داشته باشد، شاید یک علم و حکمتی بلند داشته باشد، عموما با آنها تیزتر انس میگیرند. خصوصیت محبت، دوست دارندگی دارند. برای همین دوستانی که در ایران کار کردن میگن که در ایران زمین تا 4م صنف معلمه، یعنی آموزگار جنسی زن درس داده میتواند، از وی بالا نمیتواند، ممکن نیست. برای پسرها مردها درس میدن، برای دخترها زنها. و
یا اینکه از در اونجا میگن که به صفی قاضی بودن، سودیا بودن زنها رو نمیگذارن. چرا که همین خاصیت دارند. اگر فرزندشان دانسته یا ندانسته جنایت کرده مانند، اونها طرفدار فرزند میشن، چرا که منبع احساس هستند. برای همین میگن که ببینید در پارلمان ها هم ببینید اساسا در دولت ما در دیگر جاها جایی که زنها را به مقام میگذارند، اونجا مسئله های استراتژی برای مردها گذاشته شده است. زنها کمیته بانوان، حفظ کودک و مادر و همین جهت ها به اهمیت میدن، تندرستی و مردها باشند. بیشتر ساختمان انشاءات های نو، زواد ساختن، دیگر کردن، با یراق برآوردن یا دیگر حالت ها به اهمیت میدن. برای همین گونه تفریقه ها دارند از جهت روانی هم. این باز یک نکته دیگر دارد. مثلا کتاب های هست که مثلا کتابی هست скрытое управление человеком به روسی برآمده است. این کتاب یعنی نهانی تاثیر کردن به آدم. میدونید اونجا با یک مسئله های عجیبی پسیخولوژیا روحانیت زنها را میکشوند. اونجا میگوید که زنها طبیعتاً مانیپولیروات، یعنی تسخیر کردن آدم را طبیعتاً با خود دارند. مثلا اونجا اقتباس میبرد که زنی پادشاه هم میتوانست است به پادشاه تاثیر رساند. وقتی گالسکش بسته ایستادند، وقتی یگان کار کردن دیگر، من امروز شما میروید فلان کارها را به انجام میرسونید، فلان میکردید، دیگر میکردید، همون گفتارها در زیر شعوری مرد میماند است و همون روز حرکت میکرد، همون کارها کند. ببینید تا چه اندازه عموما دیگر مناسبت ها هم میخواد. زنهایی هستند که از مردها بیشتر پول کار میکنند. قدر اونها با باید رسید. برای همین در این جامعه ما باید که خشونت های عائلوی نباشد، لیکن متاسفانه بیشتر جداشوی از عائله های جوان نظررس است. آمار وقتی پرکراتور ولایت میرید، دیگر جا میرید، ببینید آمارهای ورق میزنید و یک حادثه است. سوال پیدا میشد سبب عائله های جدا شدن عائله های جوان در چیست؟ میدونید متاسفانه وقتی که دختر شوهر میکند از روی دوستداری یا نه، این مسئله دیگر، لیکن مهم چیست؟ مهم آن است که دختر از آنهای مصلحت گیرد که اقلا خودی همون مصلحتچی حیات 20-30 ساله خوشبختانه دارد با شوهرش. و این اهمیت نمیدهند. دوگانش برای وی هم معلم میشود، هم دیگر یا خالش یا عمش با دختر مصلحتچی میشن، گویا مصلحتچی هایی که خیرخواه هستند. آنهایی که شاید در خانه گپ گپی زن باشد، مادر شاهی باشد، آنهایی که یا خودشان بیوه هستند، بی شوهر. دختر که از خردی با آنها بر کمال رسیده است یا آنها از خردی میشناسد، گویا که یک شخص نزدیک بریم با آنها تکیه میکند، بی خبر از آن که آنها شاید خود کتاب نخواندند یا خود بی بهره‌اند از این چیز، از روانیتی روحانیتی شوهرداری شاید نبرند، از عهده شوهرداری شاید نبرند، خودی آنها مصلحتچی میشن. این مصیبت به چی میبرد؟ از یک مسئله های ناچیز دو جوانی که هم به هم دیگر دل بستند، اونها سبب نارضایی میشن، سبب جدایی میشن که یک عمر برای آنها ضربه سختری میشه. این وابسته میشد بیشتر باز هم مسئله مادیات. باز هم اونها میگن که کسی یگان متریال کمتر داده است به طرف ما یا به طرف این طرف اون طرف، یا یگان چیز رو که این شوهرت نمیتونست که این خیل کند اون خیل کند، نمیتونست به تو فلان چیز تقدیم کند دیگر کند. مهم این نیست. میدونید وقتی از استاد چنگیز ایتماتوف نویسنده برجسته قرقیز پرسیدند که استاد شب توی عروسی به عروس چی هدیه کنیم؟ اون کس میدونید چی گفتن؟ میگن که کتابی انسیکلوپدی روزگارداری هدیه کنید که وای کاتبانو بودن خود رو احساس کند. کاتبانو با معنای تامش. از عهده روزگارداری نه هر زن میبراید، نه هر زن از عهده شوهرداری هم میبراید. این رو درست باید درک کرد. چرا که خواندن نیست. به خصوص حاضر تلفن های موبیلی رو از دست دخترها گرفت، دیوانه میشود. یک هفته گرفت تمام دیوانه خانه پر میشد. این مصیبت است. که اینها کتاب به دست میگیرند، که ادبیات بدیهی میخوانند. من اکثریت رو البته در نظر دارم. هستند دخترایی که با عفت هستند، با آداب هستند، کتاب میخوانند، ادبیات بدیهی میخوانند، لیکن اکثریت با تلفن آورند. اون چیزهایی که یک عادی‌ترین چیزها با لایک مانده دیگر کرده وقت میگیرند. فقط جوانیشان با همون لایک ها میگذرد. حتی جوان ها با یک دیگر همون پیامک ها با هم دیگر دیدن. میدونید چی؟ هم کلمه هاش مشخورده است،
نسبی کلمه هست نیست، یگان رمز هست تمام، یگان علامت های کتابت نیست. یعنی معنی حقیقی چی گفتن میخواد معلوم نیست. یا اینکه شعرها رو میگیرن از یگان سامانه ها میگیرند و با اونجا با دیگر کس روانه میکنن. تو فکر شخصی خود را چرا نمیگویی؟ چرا آن چیزی که در دل میپره، در نهان خانه دلت آن چیزی که میپره، چرا همون گفتن نمیخوای؟ ببینید زیبایی در همین جاست. حاضر گویا واخوری های هم وای ساخته کارانه برین. محبت کو، مهر کو، چی گپ شد؟ یا اینکه کوشش میکنن پدر و مادر دختر را به جای دیان که بوی باشه، با دولت باشد. خوشبختی در دولت نیست. کینوها بود که багатые тоже плачут. در وای خانه ها فقط فسق و فجور جنجال. من کینوهای ترکیه هم میماندن چند سال. در اون خانه هایی که سری پوری فقط جنجال و جنجال. از این امروزه دخترها چی آموزد از این کینوها؟ اما ترنم کینوهای ترکی کجاست اخلاقی حقیقی؟ کنی وای از وای کینو چی می آموزد؟ فقط جنجال می آموزد. اینا باید چیکار کرد؟ با خوشتمان باید چیکار کرد؟ این چیکار کرد؟ میدونید احمد دانش در نوادل الوقایع میگن که عروس همان وقت با خوشتمان خوب میشود اگر داند که پرورده و آفریده وی جوانمردی که با یک عمر تکیه میکند کیست. یعنی به مادر شوهرش مانند خداوند احترام کند، احترام ورزد، حرمت کند. انا همون وقت وی روی کف شوهر میگردد. استاد خودتون خوب میدونید که مثلا در بعضی منطقه ما زن شوهرش رو تو میگوید. تو گویان فرد مردک بیا مردک رفتیم خلاص تو میگوید. اما در بعضی منطقه دیگر باشد شما میگویند. شکل درستش چگونه است؟ یا اینکه این مهم نیست و احترام از این دیده مهمتر است؟ بسیار سوال عجیب. میدونید من در قسمت جنوبی مملکتمان بارها با نفرهای واخوردم که پدرش تو میگویند. بله. اونجا با گویا انانه است. بعد پدرش میگه برای چی مرا تو میگی؟ میگه من خدا را تو میگم، بعد تو را چرا تو نگویم؟ خداوند بزرگ من تو میگم برای چی نگم؟ میدونید شما گفتن این رمز احترام است. برای همین اینجا یگان روزها با اونها با معقول است که تو گویی یعنی کسی به دل نزدیکت تو میگوید و میخیلو، یا اینکه همسنفا با هم دیگر تو گفته سخن میگویند. لیکن اونها وقتی که بر کمال رسیدن، بعدی که از 18 بالا شدن، اونها باید حتما شما گویند. باید در این یک نشانه احترام است و این زیبنده هم هست. چرا که تو گفته مراجعت کردن در ما این یک کمتر بی‌آدابی بر این هم هست. یعنی ما تمیز نداریم گویا، فرقی نیک و بد را گویا نمیرسته باشیم. برای همین چون انسان بر کمال میرسد، طرز گرفتنی حتی نامش باید احتیاطکارانه باشد. بگذار شما دوستی دوره بچگی بوده، لیکن چون بر کمال رسید از 18 بالا شدید، باید با احترام نامش به زبان گیرید، باید شما گویید. چون که وای من بعد شخصیت شد در جمعیت، وای صاحب عائله شد، وای پدر شد، وای بابا شد پیش از همه. برای همین حتما شما باید گوییم. این نشانه رمز احترام است. این خوب است. این خوب است. بهتر است که مثلا شما گویید. البته. میدونید میگن قصر زرین بیزن خوب کلبه ویرانه است. بیزن خوب، قصر زرین بیزن خوب کلبه ویرانه است. در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. بختی هر مردی نکو در زندگانی این زن است. زندگی گر زن نباشد مرد را غمخانه است. زن ببخشد بهر مرد شیرینی های زندگی. هر کی قدر زن نداند از خیرت بیگانه است. درباره زن، بزرگی زن، تمام بزرگان عالم حرفای منی گفتند. میدونید استادای میگن که تو اولیا حضرتی ای زن، نهادی دولتی ای زن، توی فر و جلال عمر خدای قسمتی ای زن. این زن است که سبب خرسندی ما است، سببی بد زندگی دلبستن ما است. همین زنها هستند که زیبایی را برای ما نشان میدهند. میدونید دانشمندی بزرگ روس، متفکری برجسته هندوستان، رابیندرنات تاکور، در یکی از آفریدهاش آورده است که ای زن، تو با مایان مردها دایما از تحت دل زیبایی میبخشی.
شاعران از گل رویت برای تو چامه زرین می‌بافند. هنرمندان هر دم نقش تازه‌ای تو را می‌آفرند. گوهرهای دریا، کانهای زر، بستانهای بهاری، گلهای رنگارنگ تنها یاری رسان آرایش زیبایی تو میباشند و بس. یا اینکه گیوته میگد زن همسان مرد آزاد آفریده شده است و بگذارید که این پرورده نوابغ روزگار آزادانه زیست کند. ای زن، تو آنی که من میخواهم دار و مدار هستی خود را به پایت نثار کنم. تمام بزرگانانم پیش هستی زن سری تعظیم فرود میآورند، چرا که وی سبب روشنی این حیات است. برای همین باید زن را باید روی کف برداشت. باید قدر کنیم، دوست داریم. قدر کنیم، دوست داریم، محبت ورزیم، از تحت دل صمیمانه لطف کنیم، حرفهای پر از مهر و محبت ترنم نماییم. این یک موجودات است که دوستداری را هم به مردها از زنها می آموزند. اصلا باید محبت را از زن آموخت، نه از مرد. استاد مردها زنها اصلا. میدونید در کتاب سریدی زاپخ و ازوکف مؤلفش رزانسف این سالهای 95 برآمده این کتاب سنت پتربورگ، همونجا گفته میشد که اولی مراتب سخن کردن هم زنها آموخته بودند به مرد. عجیب است. لیکن همونجا باید شوخی کرده گفتند که لیکن چگونه دهانشون را بستن نگفتند. همینش عجیب اونجا آورده است. گل میان ما و اما بوی گل آید ز تو، رنگ و بوی این گلی بشکفته افزاید ز تو. دور بودی از من و دل یک دم آسایش نداشت، یار برخیز و بیا تا دل بیاساید ز تو. بی قدومت منزل من چون مزارستان بود، مرحمت کن بخت من تا منزل آرد ز تو. طالع من دستگیر من شود، تا زنده هم شعرهای من مرا مشهور بنماید ز تو. هیچ کس را در جهان زیباتر از تو یار نیست، عشق من آوازه در دنیا شود باید ز تو. حق به جانب استاد ترزاده که اینقدر مصرع‌های والا را در حق زنها گفتند. میدانید بهترین شعری که استاد فرمودن این هم باشد داستان جان شیرین که برای همسرشان بود. شما درباره محبت آنها البته میدانید که نخست محبت اینها در تئاتر به نام کمال خوجندی سابق پوشکین آغاز شده بود و همینجا خانه‌دار شدند و همسر خود را دوست می داشتند چون در سفرها بودند. البته خواه نخواه دیارشان، همسرشان، فرزندان به یاد می آمد و همونجا داستان جان شیرین تولید یافته بود. چقدر زیبا میگن جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من منزل یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. بی تو نگذشت از گلویم آب هم، بی تو در چشمم نیامد خواب هم. بی تو هر یک روز من یک سال شد، بی تو دلغش کرد چون اطفال شد. بی تو دیدم گرچه زیبا دختران، بی تو بشنیدم سرود عاشقان. بی تو در توی و تماشاها شدم، بی تو گاها بلبل گویا شدم. بی تو در وصف زنان گفتم سخن، بی تو در مجلس فشردم دست زن. لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه های چشم و ابروی تو بود. جان شیرین، جان شیرین، پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. بینید استاد چقدر زیبا میگن، با احترامی بلند. برای همین در وصف زنها تمام بزرگان گفتن، اما باز هم کمی میکنن. البته میزدی باز بگویم البته تمام ادیبان کلاسیک، تمام ادیبان زمان نو همه در وصف زن ستایش میکنن، چرا که وی سبب روشنی خاندان ما، وی باعثی خرمی زندگی ما، هر یک لحظه ما باعثی خرمی هر یک نفسی میکشیده ما. زنده باشم با وقتمون. الها استاد عزیز سپاس به شما. اصلا هر چقدر که وصف و تعریف زنان و مادران کنیم باز هم کمی میکند، ولی کوتاه کرده میگویم که ما شما رو صدقاً دوست میداریم و وقتی ما مردها
ҳамеша зинда ву саломату солим бошед. дӯстони азиз, ин нашри чароғи тобон буд ки нашри барномаи чароғи тобон буд ки ба поён расид. барои меҳмони азизу оли қадрамон устоди арҷманди мо изҳори сипос баён менамоем. устод раҳмати калом. ташаккури зиёд.